گرفتن نام مادر، خواهر و همسر به یک ننگ بزرگ در نزد مردم شمرده می شود. حتی در بسیاری موارد سبب نزاع هم شده است. اما اینجا دختران جوان حرکت و کمپاین هویت زنان را آغاز کردند. نامش تامینه رشیق است، دختر خلاق و مبارز. در گوشه از شهر کابل در اتاق کوچک خانه‌اش آغازگر این کمپاین شده است. هشتگ ما نامم کجاست؟ یعنی مردان آزادانه نام خانم خود را یاد کنن، نام مادر خود یاد کنن و نام خواهر خود یاد کنن و این شرم نباشه دیگه. اصلا هویت دادن به زن کمپاین ما را تشکیل میده، هدف اصلیشه. هرچند در اسلام گرفتن نام دختران یک حق دانسته شده، اما برعکس مردان اندکی هستند که نام زنشان را در محضر عام میگیرند. این دختران برای دست یافتن به هویتشان این هشتگ را برای صفحات اجتماعی نشر کردند و امید دارند که بتوانند هویت از دست رفته زنان افغان را دوباره برگردانند. این کمپاین از سوی 10 دختر آغاز شده است. تا حال شمار اندک از مردان به این کمپاین پیوستند. تا زمانی که دیدم من با این کمپاین پیوستم و نام مادرم را با افتخار و نام همسرم با افتخار نوشتم که حالا میتونم به شما بگم که من مثلا فرزندی نچیده ما هستم، خانم من لیلا نام دارم و ما در روستا به دنیا آمدیم. شمار از شهروندان کشور نیز گرفتن نام مادر و زنشان را یک حق قانون می‌دانند. اسم خودش که نمیگیریم، یک خشونت است. تو به اسم دیگه صدا میکنی، چرا اسمش نمیگیری؟ او با خود نام داره، اون نام داره. وقتی که یک انسان، یک بچه باشه، یک دختر که در خانه تولد میشه، سر از اون نامگذاری میشه، باید از با اون اسم یاد شود. عرف‌های ناپسند در جامعه سنتی افغانستان مانع بزرگ در برابر افشای هویت اعضای خانواده به شمار می رود. اما کمپاینران انتظار دارند تا بتوانند یک تغییر را در این زمینه به بار بیاورند.